این بازار شهر اسفره تا 3 ماه پیش ارزانترین و سرآدم بود. آن را بهار امسال برای تاجران ازبکستان و تاجیکستان تأسیس دادند، اما تنها 3 ماه فعالیت کرد. ما سال دقت کردیم چه خیلی رسمش قیمت شد. 3 ماه پیش در اینجا نزدیک به 100 نفر تاجران ازبک فعالیت می‌کردند. شروع از محصولات غذایی تا جارو و گلها را پیدا کردن امکان داشت. سیبتای کریم باب کارای کردم چه کرده بود. جای خوابشون بود. همش چک به پول اینجا با ازبک‌ها همش. داناخان نظیر و یکی از فروشنده‌های بازار نوبهار بود. بعد از آنکه هموطنانش ترکیب بازار نوبهار کردند، اون نخواست مزاجانش را در تاجیکستان از دست بدهد. به بازار مرکزی شهر اسفره آمد. در اول سودا نقص بود. بعد برای بعضی ها مشکلی بر رسمیت ضروری گمرکی پیش آمد. بعدا خریدارانمان کم شدند. اینجا سودایمان خوب است. حالا به مثل داناخان بعضی از تاجران ازبک راههای نوی تجارت خود را میکابند در یک کنار بازار مرکزی شهر اسفره جای گرفتند. بازار نوبهار که چون رمز تجدید مناسبات تاجیکستان و ازبکستان باز شد، اکنون خالی مانده است. مردم آمده میپرسند. هم پام پرسیدن ازبک‌ها چه بنا امسال پرسیدن. نمیشه پلکتای دید ازبک‌ها زده مونده بهش امسال برافسیان. دلیل بسته شدن این بازار را مسئولان حکومت شهر اسفره در رقابت پذیر نبودن مال و کالای تاجران ازبک ارزیابی کردند. به قول آنها تاجران ازبک به دلیل پیدا نکردن خریدار خود نخواستند کارشان را ادامه بدهند. با باز شدن مرزها محصولات ارزان ازبکستان به تاجیکستان ریخت، اما تاجران میگویند با گذشت وقت نظام سودا سخت‌تر و جوش و خروش کمتر شد.